سنت بامداد را از دست ندهید، اگرچه که کاروان از اسب سواران دشمنان از پشت سرتان حمله آور بشن که باید مقابله کنی با او، لیکن در همچنین حالت بازم سنت نماز بامداد از دست ندهید. سه دل یک جا شد، عرش خدا را می لرزان. دل مؤمن، دل قرآن، دل شب. سنت بامداد را از دست ندهید، اگرچه که کاروان از اسب سواران دشمنان از پشت سرتان حمله آور بشن که باید مقابله کنی با او، لیکن در همچنین حالت بازم سنت نماز بامداد از دست ندهید. گر خدا خواهد به کس یاری کند، میل او را جانب زاری کند. اگر کسی را خدا بخواهد کمک کند، او را به طاعت و عبادت و صف نماز میکشاند. تنها فرائض نیست که انسان را به خدا میرساند، حقوق غیر از فرائض خدا از ما میخواهد. سنت ها و نوافل است که ما را، مسیر ما را مشخص میکنه و هموار میسازد. مسیر عشق خدا و رسیدن به خدا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. الله میفرماید اگر سرمشق زندگی شما رسول خدا باشد، شما در نقش قدم رسول خدا گام بردارید، به نقش قدم رسول الله حرکت کنید تا راه را پیدا کنید. نقش قدم رسول خدا صلی الله علیه وسلم سنت رسول خداست. یک کسی محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد، گفت یا رسول الله، شما را خیلی دوست دارم، دلم میخواهد که همیشه با شما باشم. از رسول خدا صلی الله علیه وسلم پرسید، گفت یا رسول الله، دلم میخواهد که همیشه با شما باشم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند اعن علی نفسک بکثرت السجود. گفت اگر بخواهی همیشه با من باشی، نفل زیاد بخوان. یک روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با یک تعجبی، با یک حیرتی از بلال حبشی میپرسد، سوال میکند، میفرماید یا بلال حدثنی بارجى عمل عملته فی الاسلام. میگوید که ای بلال، بزرگترین و امیدوار کننده ترین عملی که انجام دادی و نزد خدا بگو، بازگو کن تا من بدانم که از کدام یک عملت خیلی امیدواری. چرا پرسیدن؟ چون رسول خدا صلوات الله علیه به حضرت بلال حبشی گفتن که فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. گفت بلال، من در شب معراج وقتی که به آسمانها بالا رفتم، صدای کفش شما به گوش من رسول خدا می رسید. از داخل بهشت صدای تق تق کفش شما را می شنیدم. شما چه ویژگی دارید؟ شما چه خصوصیت دارید؟ حضرت بلال گفتن یا رسول الله، ما عملت عملا ارجى عندي. گفت دیگه عمل امیدوار کننده ای ندارم. من انی لم اتطهر طهورا فی ساعت من لیل او نهار
الا صلیت بذلك الطهور ما كتب الله لی ان اصلی. گفت من کار دیگری، عمل دیگری ندارم به جز این که هر وقت وضو گرفتم 2 رکعت تحیت الوضو خواندم. هر وقتی که وضو می گرفتم، اگر وقت مکروه نمی بود، من 2 رکعت نماز تحیت الوضو می خواندم. گفت غیر از این از دیگه عمل امیدواری ندارم. رسول مقبول صلی الله علیه وسلم متوجه شدند که آنچه که بلال را پرواز داده و بالهای بلال را به فضای بهشت گشوده همین 2 رکعت نمازی است که بعد از هر طهارت می‌خواند. او را نماز تحیت الوضو میگویند. لذا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند بلال این عمل هست که من صدای کفش شما را در بهشت میشنوم. لذا نماز فرض خو مکلفیت یک انسانه. انسان مجبور است، مکلف است، چه بخواهد چه نخواهد فرض و واجب باید انجام بشه، ادا شود. آنچه که ایمان انسان را نشانی میدهد نوافل و سنت هایی است که انجام میده. رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمودن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. گفتن هر کسی که نماز فجر و نماز بامداد را خواند و جابجا نشست و تسبیح شروع کرد به ذکر و اذکار و یاد خدا، ثم صلی رکعتین، بعد که آفتاب طلوع می کند، خورشید طلوع می کند، 20 دقیقه بعد از طلوع خورشید نماز بامداد را می خواند. 20 دقیقه بعد از نماز بامداد آفتاب طلوع می کند و 20 دقیقه بعد از طلوع آفتاب، یعنی در مجموع 40 دقیقه بعد از ادای نماز بامداد ذکر و اذکار می کند و 2 رکعت نماز می خواند. رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودند كانت له كأجر حجة و عمره. خدا ثواب یک حج و عمره کامل را به او نصیب میکنه. شاید یک کسی به حج برود، رخت سفر حج ببندد، اما یک فرض واجب سنت از حج ترک بشود، حج کامل نشود یا عمرش کامل نشود. اما این 2 رکعت نمازی که 40 دقیقه بعد از ادای نماز بامداد میخواند، رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودند خدا ثواب یک حج یک عمره کامل و پوره را به او نصیب میکنه. اونهایی که توان رفتن به حج ندارن، توان رفتن به زیارت رسول خدا را ندارن، توان پرداخت پول بلیت هواپیما و طیاره را ندارن، اینها در مساجد صف ببندن، نمازهای نوافل بخوان. فقیران چون به مسجد صف کشیدن، گریبان شهنشاهان دریدن. رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودند علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت رسول اکرم فرمودند نماز شب را ترک نکنید، قیام اللیل کنید. 3 دل یک جا شد، عرش خدا را می لرزان، دریای رحمت خدا را متلاطم می سازه، موج می زنانه. دل مؤمن، دل قرآن، دل شب. رسول صلوات الله علیه فرمودند فإنه دأب الصالحین قبلكم. بزرگان و صالحین گذشته عادتشان بوده، شبخیزی داشتن. و قربة الی ربکم، شما را به خدا نزدیک میکنه شبخیزی ها.
و مکفرة للسیئات، گناه شما را نابود میکنه شبخیزی ها. و منهات عن الاثم، گناه شما را از گناه باز میداره، دست شما را از گناه میگیره. شب اگر خوب درخشیدی، در روز خدا دستت را میگیره، دستت به طرف گناه نمیره. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن افضل الصلاة بعد الفریضه قیام اللیل، بعد از نماز فرض بهترین و بزرگترین نماز شب است که نماز تهجد شب. شب از خواب بلند شو، دو رکعت 8 رکعت نماز بخوان. رسول الله فرمودن بعد از نمازهای فرض بزرگترین نماز. قدسی است. و ما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضت علیه، هیچ وسیله قربت و نزدیکی از نمازهای فرض کرده نزدیک کننده تر به خدا چیزی دیگری وجود نداره. انسان را که نزدیک میکنه همین 5 وقت نماز فرض. بعد ادامه میدهند و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. نوافل، بنده که نوافل سنت نمازهای نفل زیاد انجام دادن بگیره، الله میفرماید احبه، بعد من دوستش میدارم این بنده را. این بنده ای که زیاد نفل و سنت و اشراق و ضحا و چاشت و اوابین و تهجد انجام دادن گرفت، من دوستش میدارم. خب دوستش داشتم بعد چی میشه؟ الله میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به. نماز نفل که زیاد خوانده شد، الله میفرماید من گوش شنوای بنده میشم. و بصره الذی یبصر به، من دست گیرای بنده میشم. و ید و بصره الذی یبصر به، من چشم بینای بنده میشم، دست گیرای بنده میشم. با قوت من راه میرود. و ان سألنی لأعطینه، هرچی از من بخواهد من میدهم. و لئن استعاذنی لأعیذنه، از من پناه بخواهد من پناه میدهم. یعنی نمازهای نفل انسان را اینقدر نزدیک میکند که حواسش این حواس پنجگانه ظاهری. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سر منبر نشسته بودند در مدینه المنوره، سر منبر در حین سخنرانی و خطبه جمعه سخنرانی داشتند. یا ساریت الجبل، صدا کردند. لشکر سپاه اسلام می جنگید. اینجا به حضرت عمر مشخص شد. حضرت عمر رضی الله عنه دیدن با چشم دل، گفتن از لشکر مواظب باشید که پشت کو دشمن داره شما را محاصره میکنه. یا ساریت الجبل گفتن. قربت آمد، بنده باز نزدیک میشه. کسانی که در سنت رسول الله برابر باشند، کسانی که در مسیر سنت برابر باشند بعید نیست. چرا؟ چون در اصطلاح اهل تصوف طی زمانی و مکانی است. یعنی وقتی که انسان تقوا، پرهیزگاری، نوافل، سنن، اسباب و وسایل تقرب را زیاد انجام داد، خدا زمین و زمان را در اختیارش میگذاره. طی زمان میشه، طی مکان میشه. خورشید را به خاطر حضرت سلیمان برمیگردانه، خورشید را به خاطر حضرت رسول الله برمیگردانه. نماز عصرش قضا نشود، الله برمیگردانه. سخر لكم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. این همه منظومه شمسی را خدا در اختیارش میمانه، در اختیار بنده نیک خدا میمانه. این بعید نیست. در روحش قوت ایجاد میکنه که جسمش اینجاست، روحش در عربستان سعودی اونجا نماز بامداد میخوانه، در قطار ارواح طیبه و پاک و پاکیزه اونجا نماز میخوانه. اگر به حد برسه این میشه، امکانش هست. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر
اختروا. تا حالا از خورشید و ستاره شاید متأثر بود، ستاره او را راهنمایی میکرد. و بالنجوم هم یهتدون، قرآن میگه ما ستاره را آفریدیم تا انسانهایی که در دریا راه میروند توسط ستاره راه خود پیدا کنند، خط سیر دریایی را توسط ستاره ها پیدا میکردن. لیکن انسان که مقرب درگاه خدا میشه، باز به جایی که ستاره راهنما باشه، این راهنمای ستارگان میشه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اخترو. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به جای خودشان نشسته اشاره میکنن این دستش اینقدر قوت پیدا کرده، دست رسول خدا اینقدر قوت پیدا کرده، اشاره میکنه مهتاب با این بزرگی دو شق میشه، دو نیم میشه. توان مقاومت در مقابل تلألؤ و درخشش و تابش و اشعه نور دست رسول خدا را نداره. آفتاب مهتاب دو نیم میشه، پاره میشه، تکه میشه. دریا را میتونه بشکافه. در تاریخ میخوانیم اصحاب جلیل القدر رسول خدا در وقتی که در غزوه و غزوات، در نبرد و جهاد و مبارزات در مقابل ایرانی ها و رومانی ها از دریاها عبور میکردن، پایشان نم نمیشد. ایرانی ها فارسی ها میگفتن جاءت المجانین و جاءت المجانین، دیوانه ها آمد، جن ها آمد، فرار کنید که جن آمد. یعنی اینا چگونه مردمانی که از دریا بدون کشتی عبور میکنن، پایشان تر نمیشه. اینا را کی عبور میده؟ الله عبور میده از صحابه. الله میفرماید ببینید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. بله، یعنی اصحاب رسول الله را الله میفرماید از رنگ زرد و پریدش، از پیشانی خسته از سجده های طولانی شبانهش او را میشناختی از رنگ زرد و پریده و پیشانی خسته از سجده های طولانی نیمه شب از صدای الله اللهش او را میشناختی که این صحابی رسول خداست. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. امی 2 رکعت سنت نماز بامداد از دنیا و آنچه که در دنیاست اجرش بالاتر و بهتره، فضیلتش بالاست. در یک حدیث داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن ولو طردتكم الخیل او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. سنت بامداد از دست ندهین، سنت بامداد را از دست ندهید، اگرچه که کاروان از اسب سواران دشمنان از پشت سرتان حمله آور بشن که باید مقابله کنی با او، لیکن در همچنین حالت بازم سنت نماز بامداد از دست ندهید، سنت از پیشتان ترک نشود. حضرت در هیچ سفری حضر خانه و بیرون از خانه رسول الله سنت بامداد را ترک نکردن. این 2 رکعت سنت بامداد را گفتن از دنیا و ما فیها بهتر. و همین سنت های مؤکده‌ای که حالا ما و شما در روز میخوانیم، 4 رکعت سنت نماز پیشین، 2 رکعت سنت نماز شام و 2 رکعت سنت نماز خفتن، 2 رکعت سنت نماز بامداد، اینا را ترک نکنید. علامه کاسانی کتابی دارد به نام بدائع الصنائع، میگوید شما که در سفر رفتید سنت بخوانید یا نخوانید، میگوید که الفعل تقربا و الترک ترخصا. میگه اگر قربت میخوای که به خدا نزدیک بشی بخوان، اگر رخصت میخوای نخوان. یعنی چی؟ یعنی نماز سنت
نماز سنت بامداد خب پیامبر در هیچ سفری ترک نکردن، او خود 100% است، باید ترک نشد. سنت های پیشین، سنت های فرض کنید شما خفتن و نمازهای پنجگانه، سنت های نمازهای دیگر گفتن اگر قربت میخوای بخوان، اگر رخصت میخوای نخوان. یعنی سنت تبدیل به مستحب میشه، لیکن اگر تو میخوای به خدا نزدیک شوی باید بخوانی. قربت اگر میخوای باید سنت را چه کنی؟ بخوان. با ویژه در سفرهای امروزی، چرا اصل حکمت در اینجاست که سفر مشقت داره، وقتی مشقت داره سرعت سیر است، موتر است، همراهانت به تو وقت نمیدن، نمیخوانی نخوان. لیکن موتروان به تو فرصت میده، وقت میده، نیم ساعت وقت هم داری، آبم هست، هتل، مسافرخانه، نمازخانه، مسجد، همه چیزم برابر است. با سنت که نمیخوانی، این نشانه ضعف ایمان شماست، نشانه ضعف ایمان ماست. یعنی نمیخواهیم که به خدا برسیم. پیشتر عین این متن و گفتار خدمت شما گفته بودم که امام مسلم رحمت الله علیه آوردن ربیعه ابن کعب اسلمی همیشه همراه رسول خدا بود. آفتابه آبش را میگرفت، وقتی که رسول الله به تهجد بلند میشد بالاخره مسواک رسول الله، آفتابه رسول الله، اسباب و وسایل طهارت و وضوء رسول الله را در خدمتگار رسول خدا بود. ربیعه اسلمی. بعد این ربیعه اسلمی قصه می کند که یک شب فرصت را غنیمت شمردم و آب طهارت رسول الله را آوردم. رسول الله به من گفت که ربیعه، به من خدمتگار گفت که ای ربیعه از من بخواه، چی میخوای؟ حالا خود دل شب و نیمه شب و وقت اجابت و قبولیت دعاست، تو که خدمتگاری همیشه در خدمت من رسول خدا، گفت از من بخواه، چی میخوای؟ سل، از من بخواه. بعد ربیعه می فرماید فقلت اسألك مرافقتك فی الجنه، گفتم که یا رسول الله از شما چیزی دیگه نمیخوام، از شما میخواهم که رفیق شما باشم در جنت، در بهشت. خدا مرا با شما در یک جا، همین تو که اینجا خدمتگار شماستم در جنت هم خدمتگار شما باشم، همین را میخوام. رسول الله گفتن که فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، گفت درسته من دعا میکنم که تو رفیق من در بهشت باشی، لیکن این نمازهای نفلی و سجده های طولانی را از یاد نبر. اگر بخواهی با من در بهشت نزدیک باشی زیاد سجده کن، سر به سجده زیاد ببر. یعنی آرزو کردن، عشق ورزیدن، محبت کردن، خود را مرید رسول الله گفتن به دردت نمیخوره. تو باید خودت این سنت ها و نوافل و مسیر رسول الله را تعقیب بکنی. جنید بغدادی رحمت الله علیه صوفی و زاهد بلند آوازه تاریخ عرفان اسلامی است. جنید بغدادی میگوید اگر یک کسی به هوا پروازم بکنه، اگر یک کس یک امام سفید و عبا و قباداری مثل من روحانی اگر به هوا پرواز کنه، میگه دامنش را محکم نگیروره، زیاد دل به او نبند، ببین که به سنت عامل هست یا نیست. اگر به سنت رسول الله عامل بود بعد او را دستش را بگیر. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مولانا میگه. شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه امام ربانی مجدد الفسانی صاحب مکتوبات، یک کسی یک روز گفت که فتوحات محمد بن عربی، محمد بن عربی رحمت الله علیه یک صوفی بزرگ صاحب فتوحات مکیه و فصوص الحکم و اینهاست، گفت که یک کسی آمد در مجلس شیخ احمد سرهندی گفت که ابن عربی یعنی محمد ابن عربی در فتوحات مکیه خودش یک کتاب داره به نام فتوحات مکیه، گفت در فتوحات مکیه ای تو گفته، او تو گفته، ای تو قصه کرد. شیخ احمد سرهندی رگ جلالیش شور خورد، گفت که اغنانی فتوحات المدنیه عن فتوحات المکیه،
اغنانی النصوص عن الفصوص. گفت مرا فتوحات مدنی رسول الله بی‌نیاز ساخته، من ضرورت به فتوحات مکی ابن عربی ندارم. مرا نصوص رسول الله غنی ساخته، من به فصوص الحکم ابن عربی ضرورت ندارم. من محمد ابن عبدالله را میشناسم، محمد ابن عربی نمیشناسم. من در مسیر محمد ابن عبدالله روانم که سنت محمد ابن عبدالله را میخوام. نزدیکترین راه رسیدن به خدا راه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم.